بینندگان عزیز تلویزیون اندیشه، اولین برنامه سال 1394 که برنامه نوروزی ماست، با ضمن عرض تبریک خدمت تک تک شما عزیزان و قدر و سپاس از محبت و مهری که به وسایل مختلف به بنده ابراز داشتید آغاز می کنم. اولین برنامه روانشناسی خودمانی و عیدی برای شما میهمان عزیزی رو دارم که در جهان دانش و در جهان معنویت چهره‌ای روشن و تابناک داره. ایشون دعوت من رو پذیرفتند که در امروز به عنوان اولین برنامه پس از نوروز ما با سوالی که بیشتر شما عزیزان احتمالاً در دوره‌ای از زندگیتون باهاش مواجه هستید این برنامه رو جلو ببریم. جناب آقای دکتر ناینی، ضمن قدردانی از زحمتی که کشیدید و در این برنامه شرکت کردید، دوست دارم که ابتدا مختصری راجع به بک‌گراند علمی خودتون، پیش زمینه علمی خودتون با بینندگان صحبت کنید و بعد من یک سوال اساسی از شما میکنم و تا پایان برنامه سکوت میکنم و به بیان شیوای شما گوش میکنم. سرآغاز دفتر به نام خداست که بخشنده و پر ز مهر و سخاست، خداوند هستی و هرچه در آن، خداوند جسم و وجود و روان. اجازه بدید قبل از هر چیز عرض کنم مبارک باد نوروز و بهاران به یاران و به ایران و عزیزان. خداوندا به حق نور تابان روان کن عشق و خوبی در بهاران. یکی سالی پر از خوبی و احسان، عطا کن تو ز لطفت خود به انسان. با سلام به همه بینندگان و هموطنان و پارسی زبانان در سرتاسر گیتی پهناور، هر کجا که صدای ما رو میشنوند یا ما رو میبینند، در جواب فرمایش شما باید عرض کنم که من تحصیلاتم را دوره لیسانس در رشته مهندسی الکترونیک، فوق لیسانسم را در رشته علوم کامپیوتر و دکترام را در مهندسی کامپیوتر و اینفورمیشن تکنولوژی یا تکنولوژی اطلاعات گرفتم و حدود 24-25 سال هم در دانشگاه‌های مختلف من جمله یونیورسیتی آف پنسیلوانیا، دانشگاه پنسیلوانیا، یونیورسیتی آف هاوایی، فلوریدا، کلرادو، دانشگاه امریکایی در قاهره، دانشگاه سلطان قابوس در عمان و باز فلوریدا. از درجه استادیاری رفتم به استادی و بعد شدم رئیس دانشکده و آخرین شغل دانشگاهیم هم دین کالج آیتی بودم. بله. ولی خب میدونید که از کودکی به لطف و کرامت حضرت عشق و محبت پدرم خدا رحمتش کنه و عموی بزرگوارم با مولانا و حافظ و عرفا آشنا شدم. این خیلی مختصر و مفید که وقت گرفته نشه. بله، من دوست دارم که سوالی که این واقعا شاید دل مشغولی بسیاری از ما ایرانی‌ها به خصوص نسل جوان هست، این سوال رو از شما، چه کسی بهتر از شما با این زمینه قوی علمی و بعد دل سوی عالم معنا و عرفان، این سوال رو از شما بکنم که آیا پیشرفت‌های تکنولوژی و علم به معنی دانشی که می رود از جهان موجود رازگشایی کند، نه جهانی بیافریند، آیا پیشرفت در جهان علم و دانش منجر به این خواهد شد که مفاهیم عرفانی، معنوی و باورهای الهی و اخلاقی تکلیفشون یکسره بشود و یا خیر؟ به عبارت دیگه، آیا علم و ایمان
رو در روی همدیگه خواهند ایستاد یا مسیر دیگری در راهه؟ سوال بسیار 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 عمیق، پرمعنا و جالبی رو مطرح فرمود. برای اینکه این سوال رو جواب بدم باید اجازه بدید اول از دنیای علم شروع کنم. دقیقاً. و بعد بیام توی دنیای معنویات و عرفان و غیر. ببینید واقعیت چیه؟ واقعیت هستی آیا آن است که من و شما میبینیم، لمس میکنیم، میشنویم، میبوییم و میچشیم به هیچ وجه من الوجوه؟ اجازه بدید یه پرانتز باز کنم که عرایزم خوب درک بشه. واقعیت اینه که من و شما با این 5 حس فیزیکی با یونیورس و هستی داریم رابطه برقرار میکنیم. درسته؟ بله. و این 5 حس، من اول اجازه بدید محدودیت های این 5 حس رو عرض کنم و بعد این رو دنبال بگیرم. ببینید برای مثال اجازه بدید از بینایی شروع کنم. میدونید شبکیه چشم ما یا رتینا گنگلینز فقط سلول های عصبیش مجهز شده از نور قرمز تا بنفش رو بیشتر نمیبینه. برای عزیزان بیننده باید عرض کنم که علمای علم فیزیک دنیای امواج را برای ساده کردن به 7 دسته تقسیم کردن که از امواج رادیویی شروع میشه، میاد امواج ماکروویو، میاد مادون قرمز، قرمز تا بنفش، ماورای بنفش، اشعه ایکس و اشعه گاما. خاطرتون باشه که این قرمز تا بنفش محدودترین پهنای باند فرکانسی است تو این 7 باندی که عرض کردم. برای مثال مار بیناییش در مادون قرمزه، زنبور عسل ماورای بنفشه. این مال چشم. گوش من و شما فقط از 20 تا 20 هزار هرتز، هرتز عزیزان بیننده یعنی فرکانس در ثانیه، بیشتر نمیشنوه. سگ تا 45,000، خفاش تا 120,000. یعنی خفاش باند پهنای شنوایی 6 برابر بنده و شماست. چشایی من و شما حدود 10,000 باد تیست یا واحدها یا سنس های چشایی داریم. کتفیش، گربه ماهی بهش میگیم در فارسی فکر میکنم، 100,000. یعنی چشایی گربه ماهی هم من شما 10 بار بیشتره. درست شد؟ بیایم سر بویایی. در قسمت بویایی ما حدود 40 میلیون olfactory receptors یا واحدهای بویایی وجود داره. میدونید مال سگ آلمانی یا جرمن شپرد حدود 2 میلیارد. یعنی 50 مرتبه یک سگ آلمانی بویاییش از من و شما بیشتره. پس عطرها رو باید سگ‌های جرمن شپرد بسازن. اونها را به همین دلیل سگ‌ها رو استفاده میکنن برای ردگیری مواد مخدر. بله. درست شد؟ این حسی هم که من و شما میکنیم همینطوره. یادتون باشه من و شما چیزهایی رو میتونیم حس کنیم که از مولکول‌ها و اتم‌هایی تشکیل شدن که در جدول مندلیوف یا periodical tables. بله. و میدونید الان در همین لحظه میلیاردها چیزهایی به نام نوترینوز از وجود من و شما، بدن من و شما رد میشن، ما احساسش نمیکنیم. پس اینم شد لامسه. فکر میکنم که بینایی، چشایی، بویایی. خب پس نتیجه اینه. ببینید این حواس با این محدودیت بسیار کمشون که عرض کردم چیکار میکنن؟ در هر لحظه حدود 11 میلیون سیگنال به مغز من و شما میفرستن. خب از این 11 میلیون سیگنال فقط 40 تا پکتش در هر لحظه پردازش میشه. پس ببینید یک محدودیت گیرندگی، بعد تازه این گیرندگی هم از 11 میلیون سیگنالی که میاد 40 تاش فقط پروسس میشه. حالا اجازه بدید تازه مایند من و شما، ذهنیت من و شما
بر اساس تاریخ و فرهنگ و دین و جغرافیا و پدر و مادر و مرز و بوم و غیره، سیستم ارزش‌ها و احسن میاد چیکار میکنه؟ این اطلاعات را یک پردازش دیگه روش میکنه، معناسازی. احسن. حالا اگه بخوام یه مثال ساده برای بینندگان عزیز بزنم، فرض کنید که میدونید بدن من و شما یک ماشین بیولوژیکی، شیمیایی، الکتریکی و انرژی و مکانیکی است. و اگر بخوام یه مثال ساده بزنم، مغز من و شما یک سخت افزار کامپیوتری است، ولی اون نرم افزاری که این رو پروسسش میکنه اون ذهنیت من و شماست. برای مثال میگم، من همیشه اینو تو سمینارام استفاده میکنم، حضارم میخندم. ببینید این عمل در آمریکا یعنی گود لاک، ولی در خاورمیانه و در ایران این بدترین اهانت. چطور شد؟ یک انگشت، یک حرکت، یک معنا با دو معنای 100% مخالف به علت پردازشی که فرهنگی. احسن. خب پس میخوام نتیجه بگیرم. اولا اون چرا که من و شما از این هستی، از این واقعیت با این پنج حس فیزیکی درک میکنیم، واقعیتی است بسیار 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 محدود و کم. درسته؟ کاملا. 750-60 سال پیش این عارف بیقرار، این عاشق واصل مولانا جلال الدین به این وضوح میگه کاشکی هستی زبانی داشتی، تازه هستان پرده ها برداشتی، هرچه گویی ای دم هستی از آن، پرده دیگر برو بستی بدان، آفت ادراک این حال است و حال، خون به خون شستن محال است و محال. پس بنابراین میبینید که در ضمن اینجا من باید یک گریز پرانتزی واکنم. امروز دقت کردید که متاسفانه در اکثر دنیا مد شده خیلی‌ها زیر پرچم علم سنگ علم به سینه میزنن و متاسفانه این علمی هم که صحبت میکنن فقط اسیر این 5 حس محدود فیزیکی حیوانی هستند که من الان توضیح دادم چه محدودیت در محدودیت داره. حالا مولانای واصل میگه مردلم را 5 حس دیگر است، حس دل را هر دو عالم منظر است، گر نبودی حس دیگر مرد تو را، جز حس حیوان ز بیرون هوا، پس بنی آدم مکرم کی بودی، کی به حس مشترک محرم شدی. 5 حسی هست، جز این 5 حس آن چو زر سرخ و این حس ها چو مس، اندر آن بازار کیشان ماخرند، حس مس را چون حس زر کی خرند. و در اینجاست که میبینید که الان علم هم خوشبختانه به جایی رسیده. میدونید این یونیورس ما برای مثال ما فقط حدود 4.6% رو میتونیم ببینیم. 68 ممیز خوردهش دارک انرژی است و باز 20 و چند درصد خوردهش دارک متره. ترجمه می‌فرمایید؟ یعنی حتی وقتی ما به یونیورس نگاه میکنیم، به هستی نگاه میکنیم، با تلسکوپ هابل رصدش میکنیم، شما حدود 4.6% رو میبینید. یعنی بقیهش اینویزیبل، نامرئی است. پشه کی داند که این باغ از کی است، در بهاران زاد و مرگش در دی است. احسن. یا باز در تایید فرمایش شما از مولانای بزرگ باید عرض کنم، میفرماید غیب را ابری و آبی دیگر است، آسمان و آفتابی دیگر است، نایدان الا که بر خاصان پدید، باقیان فی لبس من خلق جدید، اخترانند از ورای اختران، که احتراق و نحس نبود اندران، سایران سیر کنندگان در آسمان های دیگر، غیر این 7 آسمان معتبر یا بعضی نقطه ها مشتهر. اینجا دقیقاً میدونید که یونیورس ما رو قدما و به 7 آسمان میگه غیر این هستی و این ما یونیورس ها هستی های دیگری وجود دارن
که اون داستان اختران ستارگان و غیرشون احتراق و نحس و این اشاره به اون حالات فلکی است که در قدیما برای نحس و یمن و غیره میگفتن. اون داستانش چیز دیگه است. پس ببینید نتیجه‌ای که میخوام بگیرم اینه، اون چرا که من لمس میکنم، میبینم، میچشم، میشنوم یک واقعیت بسیار بسیار محدود از هستی است. پس اگر من ادعا کردم که عالمم، دانشگاهیم و به علم اعتقاد دارم و گفتم من فقط اونی را قبول دارم که میبینم و لمس میکنم و فلان، این حرفی است فوق‌العاده غیر عالمانه و متاسفانه جاهلانه. این مطلب اول. خب ببینید عرض کردم که وجود ما یه وجود مکانیکی، شیمیایی، الکتریکی، بیولوژیکی و انرژی است. طبق اصل پذیرفته شده بقای انرژی، با وقوع حادثه مرگ این فعل و انفعالات شیمیایی، الکتریکی، مکانیکی، بیولوژیکی متوقف میشه، ولی طبق اصل پذیرفته شده بقای انرژی اون انرژی وجودی من از بین نمیره. از جمادی مردم و استدا میکنم با صدای خوبتون کمک کنید. ببینید به هر حال میدونم شما هم مثل بنده از شاگردان مولانا و عرضم حضور شما طالبان عشق و من خورده شاگردم بزرگواری. از جمادی مردم و نامی شدم. نامی عزیزان بیننده یعنی نبات، گیاه. و از نما مردم به حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. حمله دیگر یا بعضی نسخه بار دیگر هم بمیرم از ملک، تا برارم از ملائک پر و سر، از ملک هم جستنم باید ز جو، کل شیء هالک الا وجهه. همه چیز در حال هلاکت و نابودی است، به تعبیری الا خدا و به تفسیری به سوی خدا. بار دیگر از ملک پران یا بعضی نسخه ها قربان شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم. پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم که نا الیه راجعون. ارغنون یعنی چی؟ عرض میکنم عزیزان بیننده، سرکار خانم دکتر، عدم در زبان مولانا به معنای نیست. عدم به معنای هستی است در دنیاهای بالاتر حواس فیزیکی که عرض کردم. اثبات. پس خزانه صنع حق باشد عدم، کو برآرد زو عطاها دم به دم. یا در اون قصه مثنوی در مورد اینکه حضرت مریم علیها السلام وقتی مشغول آبتنی بودند و روح القدس به صورت یک جوان بسیار زیبایی از زمین میرویه جلویشون ظاهر میشه و ایشون طبق عادت معمول به خدا پناه میبرن از ترس اینکه نمیدونن او کیه. او در جواب میگه که مریما بنگر که نقش مشکلم، هم حلالم هم خیالم در دلم، می گریزی از وجودم در عدم. در عدم من شاهم و صاحب علم. به کجا پناه میبری؟ من از اونجایی که پناه میبری اومدم. پس بنابراین میدونید که در این دنیای فیزیکی موقعی که این جسم به خاک سپرده شد، جا گذاشته شد، اون انرژی، حالا من بحث کلامی ندارم، میخواید بگید روح، میخواید بگید روحا، میخواید بگید اسپریت، میخواید بگید سول، انرژی مهم نیست. من با ذهن کنار اومدم، تا حد ذهن کنار اومدم، یعنی مایند. حالا ببینید اختلاف خلق در نام افتاد، چون به معنا رفت آرام افتاد. اون داستان مولاناست که 4 کس را داد شخصی یک درم، هر یکی افتاده از شهری به هم، پارسی و رومی و ترک و عرب، جمله با هم در نزاع در غضبی. یادتونه اون یکی گفت عنب میخوام و انگور میخوام و استافیل میخوام و عزوم میخوام و غیره، که در کف هر یک اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی، اختلاف خلق در نام افتاد، چون به معنا رفت آرام افتاد. پس بنابراین در ضمن اینجا باید یه پرانتز واکنم.
یک کوانتوم فیزیسیست بسیار معروف روسی. عزیزان لطفاً این را میتونید گوگلش بکنید، کانستانتین کراتکوف، که حدود 7-10 تا پتنت داره، ثبت اختراع داره، یک دستگاه‌های بسیار جالب فیلمبرداری ساخته، من جمله یک دستگاهی به نام GDV Gas Visualization GVD Gas Visualization Discharge که چیکار میکنه و دستگاه‌های دیگه‌ای الکتروبایوگرافی که اینها میتونن که انرژی حیاتی نه تنها انسان، گیاهان و حیوانات را نشون بدن و ثبت کنن. و اگر روی اینترنت برید، من سایت های بسیاری دیدم که حتی با همین دستگاه درست در موقع مرگ از خروج یک انرژی عظیم، حالا باز میخواید روح بگید من اتفاقا رو فیسبوکم دیروز اینو پست کردم که یه نوروساینتیست دانشگاه هاروارد نوشته به جهان پس از مرگ اعتقاد پیدا کرده به عنوان یک ساینتیستی که قبلا خداباور نبوده و این الان فیلمش روی فیسبوک من هست. و در ضمن عزیزانی که علاقه دارن اگر همین اسم حقیر را گوگل بکنن، یک فیسبوکی فن پیجی مثل مال شما به نام حقیر دکتر مجید ناینی هست که من روی اون حدود 60-70 ساعت برنامه‌های مختلف رادیویی، تلویزیونی، مطالب مختلف هست، من جمله همین مطلب راجع به آقای کنستانتین کراتکوف و من در شاید 2-3 ساعتی اومدم دقیقاً چطوری این دستگاه کار میکنه نشون، یعنی بحث یک و زمان زیادی گذاشتم و چیکار کردم و این را توضیح دادم که این اصلا چجوری انرژی رو، میدونید که ایشون بر اثر حرکت الکترون ها در وجود انسان اینو اومده اندازه‌گیری کرده و توضیح بسیار کاملی دادم و به گفته مولانا گر بگویم شرح این بی حد شود، مثنوی 70 من کاغذ شود. و به حضورتون عرضم که اگر علاقه داشته باشید در این مورد ببینید خیلی جالبه، باز یک نکته بسیار عمیقی رو اشاره کرد. آقای دکتر ابن الکساندر، یک نوروسرجن تحصیل کرده دانشگاه هاروارد، شخص بسیار معروفیه. ایشون پارسال یک کتابی نوشت که A Neurosurgeon Journey to Afterlife. ایشون به مدت 1 هفته بکتریال منینجایدس گرفته و تقریباً برین دده. شما میدونید در اون اتاقای آی سی و سی سی یو وقتی تمام به اصطلاح اون مشخصهای حیاتی ایشون را به خصوص مغزش را نشون میدن، ایشون خط فلت مستقیم برین دده. ایشون پس از 1 هفته که به طور معجزه‌آسا برمیگرده کتابی نوشته و میتونید عزیزان این رو هم روی یوتیوب اسم ایشون رو گوگل کنید، ابن الکساندر، و میبینید که ایشون دقیقاً همین مطلبی رو که شما فرمودید. دارتون باشه آقای دکتر ابن الکساندر آدم مذهبی و معتقد و دینداری نبوده. باز خانم جیل تیلر is a very famous معروف brain anatomist neuroscientist. ایشون یک استروک یا سکته مغزی میکنه و قسمتی از مغزش از کار میفته. باز روی یوتیوب خانم جیل تیلر کتابش هم خیلی کتابش نوشته. پس بنابراین و یه آقای دیگه که الان اسمش از خاطرم رفت ولی روی همون فیسبوک دکتر مجید ناینی که فن پیج هست، من راجع به این مطلب زیاد گذاشتم، میتونید نگاه کنید که اون آقای دکتر اگه اشتباه نکنم دکتر بسیار معروفی هم است که ایشون حدود فکر میکنم تقریباً 2.5 میلیون نفر در این کشور آمریکا اینها همین تجربه مرگ موقت و زندگی بعد مرگ موقت داشتن و توضیحات بسیار مفصلی داره. یکی از هموطنان عزیز من و شما به نام آقای دکتر سام پرنیا که از دانشگاه ادینبروک و دانشگاه نیویورک استونی بروک، ایشون هم یک مقاله بسیار مفصلی اخیراً چاپ کرده در یکی از ژورنال‌های علمی که باز اومدن تحقیقات بسیار مفصلی کردن در انگلستان روی افرادی که اینها مردن موقتاً و باز می‌بینید تمام این تجربه ها مبین یک چیزه، مرگی وجود نداره.
ما ز بالاییم و بالا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم، ما از اینجا و از آنجا نیستیم، ما ز بیجاییم و بیجا می رویم، خوانده ای انا الیه راجعون تا بدانیم ما کجاها می رویم. پس بنابراین ببینید از نظر علمی فوق العاده امروز واضح و مبرهن است که مرگی وجود نداره. ما همه مسافرانی هستیم در زمان، در فضا، فعلا در کره خاک، در منظومه شمسی، در کهکشان راه شیری و در این یونیورس بی‌نهایت. آقای دکتر، من میدونم که شما توان این رو دارید که ساعتها به شیوه علمی از کوانتوم فیزیک، از کامپیوتیشن، از نوروساینس ما رو اونجایی ببرید که شهد زندگی رو بسیار بچشیم. اما این حق دوستان من هم در برنامه هست که اگر سوالی دارن از شما مطرح کنن، چون شما متاسفانه هفته دیگر برمیگردید دانشگاه و اینجا نیستید. تلفن‌های تماس ما الان 818 301 8000 هست و ببینید تا اعلام کردم دوستان اومدن روی خط سوالی از شما بکنن. اما خود من پارتی بازی میکنم به نفع خودم و این سوالو میکنم. پس به این نتیجه رسیدیم که علم و ایمان یا جهان قابل لمس و دیده شدن با جهانی که ما قادر به درک همه جانبش نیستیم روبروی هم قرار نمیگیره و این عالم نماهایی که از بلندگوهای ارزون در اختیار تشویق میکنن و ترغیب میکنن که بهترین راه زندگی و سعادت بشری پشت کرد به معنویت و ایمان هست و باید به همین ماده گرایی اکتفا کرد تا پیشرفت رو شاهد باشیم. اینها در واقع یک ثروت عظیم معنویت رو از چشم مردم میخوان دور بکنن که همونطور که شما اشاره کردید علتش جهل خودشونه. اما من دلم میخواد همه خطوط ما روشنه اینا رو بگیرم، فقط رابطه عشق که شما مکرر هر وقت با من گفتگو میکنید میگید به نام حضرت عشق. نام رابطه عشق و این پیر به اصطلاح عاشق شوریده مورد توجه جهان امروز، رابطه این با جهان درون و روان ما انسان ها چیه؟ ولی من سوالاتو سریع میگیرم. بفرمایید دوستان، کوتاه و مختصر. بله بسیار خوب. درود بر شما، سپاسگزار هستم خانم دکتر. و من میخواستم خدمتتون عرض بکنم که مسائل عرفانی فقط میشه در همون حیطه عرفانی معنا کرد، برای اینکه اگر بخوایم اینها رو در مقوله‌های علمی مطرح بکنیم بهتر است که تمام گفتار بایستی اینا دفینیشنشون یعنی تعیین کنندگی معناشون مشخص بشه. شنیدند شما رو پاسخ خواهند داد. بفرمایید دوستان، با شما هستم. الو، بفرمایید عزیزم. درود بر شما. من سال نو تبریک میگم. امیدوارم سال کوتاه و مختصر از وجود استاد استفاده کنیم. بفرمایید. من دو تا سوال خیلی سریع دو تا سوال دارم از ایشون. اول که میخوام بگم که زبان آیا اکتسابیه یا ژنتیکه، از پدر مادر میرسه؟ زبان. بعد بله. مثلا به عنوان مثال نه دیگه مثال نه، متوجه شدی. خیلی سریع میگم. خب باید بگم دیگه، یه سوال میکنم دیگه. و مثلا اگه 10 تا زن 10 تا مرد کرولا رو در یک جایی در یک جنگلی بذارن، زبان‌های مختلف، این بچه‌ها از چه زبانی صحبت میکنن؟ و مثلا اونی که ایرانیه زبان فارسی، اونی که انگلیسی زبان انگلیسی، و چه مسئله پیش میاد؟ دومی که آیا حیوانات هم روح دارن؟ وقتی که اینا مثلا یک مگسی که به سرعت حرکت میکنه، اگه مثلا با این مگس بکشنش انرژی عظیمی ازش خارج میشه یا نه؟ چشم، حتما. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. صدای شما بریده میاد. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. بفرمایید دوست عزیز. با من هستید؟ بله جانم، بفرمایید. بله. سلام و عید شما مبارک آقای دکتر مجیدی. برنامه شما رو آقای ساسان همیشه گوش میدادم.
با این تفاصیلی که شما میفرمایین، آیا چشم زدن یعنی نظر زدن به کسی از نظر شما مؤثر چشم هست؟ میشه توضیح بدید؟ حتما. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستیم. سلام. خلاصه و مختصر، من آقای دکتر هیچ موقع ندیده بودم، صداشون رو شنیده بودم. فقط خواستم بگم که خیلی خوش‌طیبن. خدا نگهدار. به 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 به، اینم از شما. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. شما سال نوتون مبارک باشه. ممنون. من میخواستم ببینم خدا را چجوری معنا میکنن ایشون. چشم. خدا از دید ایشون چشم. یعنی چی؟ ممنون. چشم. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. الو. بفرمایید عزیزم. خانم دکتر سلام. سلام. من سلام عرض میکنم به دکتر ناینی. معمارپور هستم از شمال کالیفرنیا. من با کتاب سلام. ایشون رو دیدم و معلومات ایشون بسیار استفاده کردم و از شما خواهش میکنم که از معلومات ایشون در برنامه خودتون بسیار زیاد استفاده کنیم، برای اینکه ایشون خدای معلومات در مورد مولوی و علم و اینها هستن. چشم حتما. و من خیلی خوشحالم که ایشون رو در حال حاضر می‌بینم. چشم حتما. سوالات خاطرتون هست یا من یادآوری؟ حالا سعیمو میکنم. اجازه بدید اول در خدا جواب فرمایش خود شما. بله بله. این کسی داند که وقتی زنده بود از کف آن جان جان جامی رو بود. هر کسی اندازه روشندلی غیب را بیند به قدر صیقلی. این اول. دو، چرا به خدا میگم حضرت عشق؟ از استادتون مولانا یاد گرفتم. گفت پیغمبر که حق فرموده است قصد من از خلق احسان بوده است. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. از برای عشق عالم را بساخت، ذره ها را آفتاب او نواخت. گر نبودی بحر عشق پاک را، کی وجودی دادمی افلاک را. من بدان افراشتم چرخ سنی، گراند یونیورس هستی، تا علو عشق را فهمی کنی. دور گردون ها ز موج عشق دان، ور نبودی عشق بفسردی جهان. عشق زوصاف خدای بینیاست، عاشقی بر غیر او باشد مجاز. هرچه جز عشق خدای احسن است، گر شکرخواری است آن جان کندن است. ملت عشق از همه دینها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست. علت عاشق ز علتها جداست، عشق اسطرلاب اسرار خداست. ولی عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان شه رهبر است. درست شد؟ در مورد اون شنونده عزیز بیننده و شنونده، من از دنیای کوانتوم فیزیک الکترومگنتیکس اومدم با استدلال و اثبات. اومدم تو دنیای ماورا و غیره. شما میفرمایید که فریم ورک هم چیه؟ من اول اون چارچوب رو برای شما تعیین کردم. اگر این را ضبط کردید لطفاً مراجعه کنید یا تشریف ببرید روی همون فیسبوکی که به نام من دکتر مجید ناینی، اون تایتلا همه هست. من در این مورد شاید 10 ساعت صحبت کردم. اتفاقا خانم دکتر، من همیشه کاری که میکنم اول از دنیای علم شروع میکنم، بعد میام تو دنیای معنویت و عرفان. آره، اشاره که خانمی که اشاره کرده بودن که اگر 10 تا کاپلز کرولا بله. زبان چجوری درست میشه، این اصلا فکر نمی کنم تو حیطه گفتگوی ما بود. بحث کنکشنای عصبی مغز و language development اصلا یه بحث کاملا. برای اینکه ایشون هم دل‌آزرده نشن در سال نو، ببینید شما که استاد روانشناسی هستید، بچه از کودکی وقتی شروع میکنه به شنیدن زبان، به اصطلاح تقلید زبان غیره، این شاهراه‌های مغز و اعصابش فرم میگیره. حالا به هر زبانی که به این بچه یاد بدید اونو یاد میگیره. و به همین خاطره که هموطن عزیز، بیننده عزیز، پارسی زبان، من همیشه به شما
استدعا کرد، از شماها استدعا و خواهش کردم به فرزندانتون، به نوهاتون فارسی یاد بدید. نگذارید این زبان زیبای آهنگین شیوا از یاد اینها بره. این کلید گنجینه را اگر به اینا ندید، اینها بعداً مدعی شما میشن. اشاره دیگه کردن دوست عزیز راجع به اینکه مفهوم شما از خدا چیه. عرض میکنم، ولی یادتون باشه این زبان، میدونید که عددها مختلفه بر اثر تحقیقاتی که کردن، میگن حتی این verbal communication یا گفتمان درصد بسیار کمی، بعضیا میگن 10-20-30%، حالا سر عدد دعوا ندارم، و بادی لنگویج اکثریت کامیونیکیشن و تبادل انرژی و افکار غیره زبان بدنه. 300 بله 300 برابر 300 نوع زبان داریم بجز زبان گویایی. ولی خاطرتون باشه این عاشق بیقرار، این سلطان عشق، ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان، همدلی از همزبانی خوشتر است، همدلان را خود زبانی دیگر است، غیر نطق و غیر ایما و سجل، 100,000 ترجمان خیزد ز دل، همدلی خود خویشی و پیوندی است، مرد با نامحرمان چون بندی است زندانی. بله. ولی در مورد حضرت عشق بله. اصل کاری، ببینید من به عنوان کسی که تمام تحصیلات و عمرم فیزیک، متماتیکس، ریاضیات، الکترونیکس و بوده، اون خدایی رو که بهش حضرت عشق میگم نه تنها با قلب و روح و وجودم، با ذهن و اندیشم درک کردم و قبول دارم. ببینید حدود 13.82 میلیارد سال پیش، اگر فرضیه آقای استیون هاکینگز رو قبول کنید، از یک نقطه هیچ به نام سینگولاریتی یک انفجار بزرگ به وجود اومده و این هستی در حال بزرگتر شدن و بزرگتر شدن و بزرگتر شدنه و هر روزم داره بیشتر بزرگ میشه و نهایتش هم ما واقعا نمیدونیم. حتی میدونید ما با تمام تلاش و کوششی که کردیم که بتونیم این قطر این هستی رو تا اونجایی که تونستیم با تلسکوپ های ماکس پلانک و هابل و غیره و غیره و غیره و محاسبات این بکنیم، میدونیم حدود 146 میلیارد حدوداً سال نوری، یعنی اگر شما با سرعت نور که 300,000 کیلومتر در ثانیه از حرکت کنید، تا اونجایی که ما تونستیم نقشه برداری کنیم از این هستی با اون محدودیت هایی که داریم، حدود 146 میلیارد تقریبا. اگر با هابل طالع کردن حدود 92 میلیارد سال نوری. خب ببینید ما یک کامپیوتر کوچیک که میخوایم طرح کنیم، نرم افزار و سخت افزار، حدوداً بستگی داره چه کار میخواید بکنید، چه کامپیوتری غیره هست، 10ها گاهی اوقات 100ها میلیون نکته باید در خیلی خیلی کمتر از 1 میلیونیوم ثانیه هماهنگ بشه. حالا در این سیستم اگر برای مثال میگم، میدونید بارها و بارها یک ماهواره 400-500 میلیون دلاری در فضا گم شده، برای اینکه مثلا در میلیون ها خط پروگرام این پروگرامر یک کاما جا انداخته. آخه چطور ممکنه این هستی لایتناهی، این عظمت به این بی‌نهایت خودش همینجوری رندوم احتمالی به وجود اومده؟ پس اگر اینطوره الان تو این استودیو هم باید به طور رندوم یا آسمون خراش از زمین بره بالا. احتمال این خیلی خیلی بیشتره تا اون رندوم در ثانیه. خانم دکتر عزیز، یک سلول من و شما که حدود 2 مایکرون تا 200 مایکرون قطرشه. مایکرون عزیزان یعنی میلیونیوم متر، یعنی هزارم میلیمتر. خب در داخل این 6 میلیارد AGCT بسته اطلاعاته که یه سلول میدونه کجا در اثر چه عواملی بشه ناخون،
یه جا بشه چه. آخه اگه ممکنه این طراح و خالق و آفریدگاری نداشته باشه؟ خب شما پس در اینجا دارید به یک هوش، یعنی یک طراحی هوشمندانه اشاره میکنید که اگر اشتباه نکنم خدای شما این طراح هوشمندانه است که علاوه بر این که این طرح رو ریخته، این طرح یک مسیرم داره و مسیرش هم تکاملیه و دانش، یعنی ساینتیستا و دانشمندان و پژوهشگران فقط تلاش میکنن آنچه را که وجود داره رازگشایی کنند، نه اینکه بر آنچه که هست بیفزایند. درسته؟ احسنت. ببینید من به خداوند حضرت عشق میگم خالق اکبر و مهندس اعظم هستی. اوکی. التفات میفرمایید. حالا ببینید مهم نیست که شما بگید خدا، گاد، یهوه، ترجمه که یکی هست و هیچ نیست جز او وحده لا اله الا هو. دعوای کلامی با کسی نداره. ما همه منتظر خواهش میکنم بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. سلام خانم، خیلی خواستم تشکر کنم از این برنامه‌تون و آقای دکتر نعیمی که خواستم از ایشون خواهش کنم که این برنامه رو بازم ادامه بدید. من واقعا بله این برنامه رو فیسبوک هم من همین امشب یا فردا خواهم گذاشت. بفرمایید دوست عزیز، با شما هستم. الان دیروز در شما ببخشید من دوباره اومدم فرصت نگفتم اگر 10 زن مرد کرولال تکرار 10 تا زن و مرد کرولال باشن بچه هاشون زبون باز میکنن یا نه؟ بستگی داره که آیا اینها در محیطی که هستن افراد دیگه ای هم وجود دارن، رادیویی، تلویزیونی. میگن فقط خب مسلمه که ببینید این نورولوژیکال پثوی، شاهراهای مغز اعصاب اینا چیزی نشنیده و چیزی درک نکرده که اون فرم ها رو بده. شاید بانوی عزیز باید این اطلاع رو داشته باشن. شما اگر به مطالعات آقای نوام چامسکی مراجعه کنید، بله به مطالعات نوام دوست خوب من، بله نوام چامسکی مراجعه بکنید، میبینید که بحث این که زبان چگونه دیولپ میشه. خود من الان بخشی یعنی همکاری دارم با یه عده از بچه‌هایی که تو کامپیوتر و نوروساینس هستن راجع به این که لهجه ها چجوری به وجود میان و این که اگر ما بتوانیم به اصطلاح در اون دوره زیر 7 سالگی شاهراهای حتی لهجه ها رو بتوانیم از طریق بازی هایی برقرار کنیم. شما آرم برنامه من اگه نگاه کنید میبینید از طریق مادر. بنابراین پاسخ کوتاه ما به شما این هست که این شبکه های عصبی باید تحریک بشن. هر کجا به هر زبان به هر شکلی که تحریک بشن ما اون زبان رو خواهیم داشت. بفرمایید دوست عزیز، با شما. شما من سوال کرده بودم که خدا از دید ایشان، یعنی ایشان گفتن دیگه این موضوع و چه نقشی در زندگی انسان ها داره از نظر چه نقشی در زندگی انسان داره خداوند؟ یا فرق انسان با خدا و انسان بی خدا چیست؟ ببینید اجازه بدید برگردم شاید زبان مولانا. متاسفانه چون میخواستیم تو مبحث عشق هم بریم و میبینم که بله زمان شد. مثل برق گذشت. شما تا هفته دیگه باید برگردید فلوریدا. بله انشالله به لطف حضرت عشق. کاری که میکنیم اینه که ادامه این گفتگو رو در تلویزیون تصویر ایران، برنامه دیگه من که نیم ساعت دیگه شروع میشه، در اون برنامه ما رو دنبال حالا شما قبلا هم یه پیشنهاد جالبی کردید. ببینید من همیشه به وسیله تلفن زمینی صدا خوب میاد. بله. چون شما قبلا هم لطف فرموده بودید، دعوت کرده بودید، میتونم که وقتی هم فلوریدا برگشتم، چون من اکثرا میدونید در سفر هستم، این بحث رو میتونیم از طریق تلفنم ادامه بدید. ولی ببینید یه نکته اینجا خیلی خیلی مهمه. آقای کارلوس کاستاندا یا کارلوس کاستانیدا ترجمه میکنید، اوناییتون که اهل مدیتیشن هستید یا به گفته عرفای ما اهل ذکر و مراقبه هستید، میدونید شما وقتی که تو حالت مدیتیشن میرید چی کار میکنید؟ این 5 حس حیوانی رو
در حقیقت دارید خاموشش میکنید که به اون 5 حس بالاترتون دست پیدا کنید و چون اون 5 حس بالاترتون یک پهنای باند بسیار 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 وسیع‌تر داره، هستی رو بهتر درک میکنید. بذارید یه مثال بگم. ببینید من الان از این شیشه دارم این پنجره نگاه میکنم تو استودیو. من به اندازه پهنای باند چشمم و پهنای باند پنجره تا این ور و اون ور دیگه نمیبینم، فقط دارم با یه عینک محدود نگاه میکنم. وقتی شما در حالت ذکر و مراقبه یا مدیتیشن به دنیای بالاتر میرید، این پهنای باند باز میشه. یادتون باشه از زبان فردوسی باید بگم، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای، خداوند کیهان و گردون سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. ز نام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده گوهر است. نیابد در او نیز اندیشه راه، که او برتر از نام و از جایگاه. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. ببینید اون بی نهایت در یک نهایت نمی گنجه. بله، من فکر میکنم شاید اینجا بهترین توضیح این باشه که واقعا مفهوم خداوند یک مفهوم نسبی خواهد شد به اندازه ادراک و شعور و تلاش و جایی که ما در راه تکامل ایستادیم. آقای دکتر ناینی چهارشنبه فردا در شرکت کتاب این کتابشون رو روگشایی میکنند و آقای بیژن خلیلی محبت کردن، دعوت از ایشون کردن و شما میتوانید اونجا از حضوری ایشون رو ببینید. به من اشاره میکنن برنامه به پایان ساعت 6 لطفا، ساعت 6 چهارشنبه ساعت 6 بعد از ظهر و اسم کتاب هست Mysteries of the Universe and Rumi's Discoveries on the Majestic Path of Love. کشفیات مولانا در جاده کبریایی عشق. ولی اگر یک دقیقه فرصت بدید با کلام عشق از من سوال کردید. هر چه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آید خجل باشم از آن. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. آتشی از عشق در جان برفروز، سر به سر فکر و عبارت را بسوز. ماند الا الله باقی جمله رفت، شاد باش عشق شرکت سوز ضعف. شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دگر انشاءالله. بله، از شما بسیار متشکرم برای این محبت ویژه‌ای که به من کردید و در این برنامه اومدید. با شما عزیزان تا برنامه دیگر خداحافظی میکنم. این برنامه رو در فیسبوک خود من، فیسبوک آقای دکتر ناینی و بازپخش برنامه‌های اندیشه دنبال خواهیم کرد. یاران عزیزان، روزگارتون خوش و بهارتون تر و تازه.